با گذشت قریب 2 هفته از نوپدید شدن امردین علوچوف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان همچنان درباره کجا بودن وی اطلاع دقیق در دست نیست. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند اطلاع درباره از روسیه به دوشنبه آوردن علوچوف را سامانه‌های غیر رسمی و غیر قابل اعتماد پخش کردند، ولی این اساس واقعی ندارد. خبرها بود که گویا او را در روسیه بازداشت کردند، ولی در تاجیکستان نیست. رسانه‌های غیر رسمی چنین اطلاع بر دروغ را نشر می‌کنند. به این خبرها باور نکنید. اگر او در تاجیکستان باشد ما اطلاع رسمی پخش میکنیم، گفتند از وزارت کارهای داخلی به آزیا پلوس. مسئولان مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی به رادیو آزادی نیز گفتند که این نهاد در بازگردانی امردین علوچوف از روسیه دست ندارد، ولی هم آزیا پلوس و هم آزادی این نقطه را یادآور شدند که قبلا وزارت کارهای داخلی خبر به تاجیکستان آورده شدن عزت امان و چهارشنبی‌اف را در اول به اساس نامیده رد کرده بود، ولی بعدا معلوم شد که هر دو علاقه در دوشنبه بودند. خبر استرداد عزت امان را در پایان ماه مارت سال 2021 بعد تقریبا 2 روز از مسکو آورده شدنش و خبر حبس چهارشنبی‌اف در فرودگاه دوشنبه را خود همان روز 30 دکبر علاقه بعد چند ساعت حبسش اعلان کردند و اما با گذشت قریب 2 هفته به دوشنبه آوردن علوچوف را یگان نهاد تصدیق نمی‌کند. این در حالی است که منابع زیاد اصرار می‌ورزند که امردین علوچوف روز 11 ژانویه در ولایت بلگراد روسیه دستگیر و علاقه روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه فرستاده شده است و از 13 ژانویه در دست مقامات تاجیکستان قرار دارد. صوفیا مومنشویوا همسر امردین علوچوف روز 21 ژانویه به رادیو آزادی گفت بار آخر با شوهر خود 11 ژانویه تماس داشت، ولی از آن روز دیگر دستنارس است. همراهان شوهرم گفتند آنها را 11 ژانویه در بلگراد بازداشت کردند، پس از 2 روز رها کردند، اما او را دیگر کسی ندیده است، گفته است مومنشویوا. در این بین چند نفر از نزدیکان علوچوف ادعا دارند که او در آزادی است و گویا در یک مکان امن پنهان شده است. یکی از آنها در صحبت با بامداد گفت که گویا چند روز پیش با امردین علوچوف تلفنی صحبت داشته است، ولی این منبع یگان دلیل برای اثبات این ادعایش آوردن نتوانست. و اما در شبکه‌های اجتماعی عکس خطی جستجوی علوچوف نشر شد که طبق آن این لیدر غیر رسمی بدخشان از 27 دکبر سال 2021 از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده است. پایگاه مستقل پامیر دیلی نیوز که تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، روز 19 ژانویه با تکیه به 3 منبع بلندپایه در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان امردین علوچوف را علاقه روز 12 ژانویه از روسیه به دوشنبه آوردند و او در دست اوباب قرار دارد. بنا به اطلاع این نشریه در تاجیکستان به ضد امردین علوچوف بر اساس ماده 189 با اتهام برانگیختن نزاع بین محلها پرونده جنایتی گشودند. امردین علوچوف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلبهای اعتراضگران را به وی رساندند. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 2 ژانویه در یک جلسه در خوروغ علوچوف را سرکرده گروه جنایی نام برده و آن عیبدار کردند که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند.